تاریخ همیشه با شمشیر و طلا نوشته نمیشه. یه موقع زور هنر و ادبیات بیشتره. مثلا پدر شعر فارسی با یه شعر و یه ساز مسیر امپراتوری رو تغییر داد. 1200 سال پیش سمرقند. توی یه روستای کوچیک یه پسر بچه باهوش به دنیا اومد که تو 8 سالگی حافظ قرآن شد. چهره و صدای زیبایی داشت و خیلی زود نواختن چنگ رو یاد گرفت. میگن هر شعری رو میشنید بلافاصله حفظ میشد. همه تو سمرقند از استعدادش حرف میزدن تا اینکه خبرش رسید به گوش وزیر دربار. به بخارا رفت و سلطان الشعرا شد. همه چیز داشت، پول، جایگاه و وقت کافی برای شکوفا کردن استعدادش. تا اینکه یه روز یه مشکل بزرگ پیش اومد. شاه سامانی و لشکرش قرار بود لشکرکشی کنن به هرات و زود برگردن. اما چون خیلی اشغال برا بود 4 سالم اونجا موند. لشکرش خسته شده بودن. دلشون برای زن و بچه‌هاشون تنگ شده بود. سران لشکر رفتن پیش شاعر، 5000 دینار دادن و گفتن یه کاری کن پادشاه برگرده بخارا بابا دهنمون سرویس شد. شاعر هم چنگشو برداشت و رفت پیش پادشاه و آروم شروع کرد به خوندن. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. میگن همین که به این بیت رسید شاه از تختش پایین پرید. بدون اینکه وقت کنه کفشش رو بپوشه پای برهنه سوار اسب شد و به سمت بخارا حرکت کرد. سربازا 2 فرسنگ دنبالش دویدن تا کفشش رو بهش برسونن. اون شاعر رو امروز به اسم رودکی میشناسیم. رودکی اولین دیوان شعر فارسی رو نوشت و قالب رباعی رو احیا کرد. حدود 1,300,000 بیت گفت و روی مولوی و حافظ تاثیر زیادی گذاشت. اما آخرای عمرش ورق برگشت. اونقدری که چشماش رو آتیش گرفتن و کورش کردن. بعضیا میگن به خاطر تغییر مذهبش بود و بعضیا میگن حسادت دشمناش تو دربار. در نهایت تنها و نابینا به روستای خودش برگشت و همونجا از دنیا رفت. اما میراثش زبان فارسی رو زنده نگه داشت.